که کم نبینی؟ چه فرقی میشه به نظر باید سال پیش در فروشی سفر؟ اول آدما مثال میخواستن که چیزی سیاه چشم نمایان نباشد بسنگ میپوشیدن ولی آدما уже میخوان که سنگش بسیار باشد بزرگ باشد روی چشم آدم بغاوتد уже میخوان яркий شوند как-то вот так отделяется. اصلا خودی طلبات با چنین لباسی من سطر تا کجا زیاد است امروز فرنگیست نظر به یک سال پیش یا دو سال پیش امروز آدم بسیار کس میپوشید سطر پوشاد بسیار بودن مثال استودنت ها بودن کارگرا بودن حج میرفتگی بودن ولی دولت هم خیلی من کردگی است که یونیورسیته ها به جای جمعیتی و ممکن است پوشیدن ولی بسیار کس بس کردگی پوشیدن آدمای سطر پوشا چه که خودتان دیدید اوج مجبوران کشیدن چه که کارها با قبول نمیکنن بسیار جواب مجبور میکنن که سطر رو کشند اونایی هم که لباسی سطر ببر میکنند بیشتر کوشش میکنند که رنگ‌های روشن انتخاب کنند اولا بود که رنگ‌های سیاه بودن کبود بودن آوازی میخوان که یاشون انتخاب میکنن که رنگ‌های روشن باشد سرخ سبز رنگ‌های цветной ما با مانیکن هم خیلی سطر رو کشف میکردیم میبستیم خوشروی میستاد بعد که همین اوگوست همین سال روان ما هم ازش را گرفتیم خیلی سختی رومال بستیم ولی آدمای سطر پوشم جای جمعیت بیا فقط هم خیلی سختی رومال میبندن سطر بندی بس کردن